این را خودی تو از من دیده بهتر میدانی. درست. تفتیشات رو فوراً آغاز میکنین. ما خطرهای در پیش ایستاده رو نمیدونیم. گوش میکنم خانم ایلیم. سیده تو در کجایی؟ با بیمار خونه رفته ایستادم. میخواهم از اورهان یگون چیز رو بفهمم. بسیار خوب، ما همه اویم. ما یعنی کی؟ یوز و من. فهمو. سیده یک خواهش دارم. بله گوش میکنم. با من روی خط آدم های لازمند که با دریا در این عملیات مشغول بودند. برای چی شد؟ حیرانم که چطور آنها این معلومات را پیدا کردند. کسی از درون این را به آنها خبر داده است. من نسبت این حادثه تفتیشات آغاز میکنم. فکر میکنید کسی به آنها معلومات داده است؟ متاسفانه ها. مایلش، من روی خط را آماده میکنم. اگر چنین باشد باوری دارم که او را دستگیر میکنیم. این منم، اما کارها بد شدند. همون طوری گفته بودیم آنها تفتیشات رو آغاز میکنند. به فکرم آنها کارو از من سر میکنند. آنها باید نفهمند که من در خدمات استخبارات خارجی کار میکنم. چاره های احتیاطی رو کار گرفتن لازم. خوب، من از پسی کار میشوم. فهم و انتظار میشوم. یگان خبر هست؟ تمام نیروها رو به آنجا سفربر کردند. ما دریا رو میابیم. تو خواطر نشو. من با دستان خود درگان را میکشم. با دستان خود. تو آروم شو. ما در دست کارت اساسی رو داریم. آنها تو اورهان رو نگیرند به دریا آسیب نمیرسانند. بله، او هم باید زنده ماند. شاید ما باز در حق آن پری دعا هم کنیم. اورهان چی رو میدوند که درگان میتواند به ما حمله کند؟ نمیدانم. او نه به گپ در آمد که او را پراندند. باز در خانه امنیتی. مهم آن که او در دست ماست. همین که به خود آمد پرس و پاس رو ادامه میدهیم. چیزی لازمه رو میفهمیم. من راضیم. استا؟ یوز وضعیت چطور است؟ منتظری به هوش آمدن اورهان هستیم. در شما چی گفت؟ متاسفانه چیزی نیست. جستجو داریم. شاید آنها الکی مرز را عبور کردند. چطور آن پلید همراه پروکورور یک نماینده دولت مرز دولتی را عبور کرده میتواند؟ کمک بین المللی به آن حتی یک قدم گذاشته نمیتواند. همین که همه‌اش تمام شد در حقیقت دیگر قدم گذاشته نمیتواند. انا بعد نوبتی پشتیبان‌های آنها میشود. این لحظه ها نهایت مشکل است. غضبت را اداره کن، اما نگذار که تو را بشکنند، چون که اگر کار به قهر و غضب رسد کار خیلی بد می شود. پس بگذار استا. آنها باید به دریا دست نمی رسانیدند. خودشان که سر کردن، اکنون با آنها تون مناسبت میکنیم. چه خیلی استا خوب است. استا باید ما کاری کنیم. چطور آنها دریا را بودند؟ خیالی حاضر وقتی فهماندن ندارم. اساساً که اورهان به خدایت. فهمو استا. مگر آن خانه امنیت نبود؟ چطور او را توانستند زخمی کنند؟ یا آنها را تعقیب کردند یا اینکه و یا چی؟ یا اینکه کسی از درون آنها را فروخته است. پالکونگ اردم در عملیات است. ها، از ساعت آتش سیگنال آمد. حالا چیزی نیست ولی شاید چیزی پیدا شود. خبری خوش. از زمان آغاز عملیات چیزی پیدا شده است؟ نمیدونم، با آنها تماس گرفته نمی شود. اما تو آتش رو نیابند بر نمی گردند. حالا دریا رو هم میابیم. باور کن.
من دیگر صبری چون این کارها را ندارم علم. کسی را که من دوست داشتم آنها کشیده گرفتند. گمان میکردم که دیگر دلم نمیتپد، ولی آنچنان میتپد که ولی این مراتبه نمیگذارم. نمیگذارم دریا، نمیگذارم. من و دریا گاه گاه نشسته با هم صحبت میکردیم. او دائما درباره تو گپ میزد. از چشمانش عیان بود که تو رو دوست می‌دارد. تو دلت رو به نفر ارزنده باز کردی. این مراتبه چیزی نمی‌شود.